سلام، وقت همگی به خیر و خوشی. آقا قطعنامه پارلمان اروپا نگو، شکاف سنج بگو. سید علی بافور و اکبر کوسه قطعنامه رو گذاشتن وسط و دارن همدیگه رو تیکه و پاره میکنن. از یه طرف باند خامنه ای حسابی هول کرده و رفته تو خط گله سازی و گله بازی. جمع طلاب و دانشجویان ایرانی ضد تحرکات پارلمان اروپا. اساتید و طلاب حوزه‌های علمیه امروز در اعتراض به قطعنامه پارلمان اروپا در مدرسه فیضیه قم تجمع کردند. تایر به سرای ساندیسی هم جوگیر شدن و یه شعار جدید به کلکسیون شعارهای ولایی اضافه کردن. اروپا ننگت باد، ننگت باد. اروپا ننگت باد، ننگت باد. اروپا ننگت باد، ننگت باد. بعدم به فرموده ولی فقیه بسیجیای دماغ سوخته رو به اسم دانشجو سرازیر کردن تو خیابون. شماری از دانشجویان هم جمع مقابل سفارت یونان با اعتراض به صدور قطعنامه پارلمان اروپا ضد ایران خواستار ایران تا زمان عذرخواهی از ملت ایران شدند. باقی مهره‌های کله گنده و کله کمپوزه‌ای ولایت هم با اقتدار به جلز و ولزای خودشون ادامه دادن. شیخ پری اولش چیزی نگفت، اما بعد چند روز به صحنه اومد و با یه تیکه آف کوسه پسند پیچید جلوی گماشته‌های ولی فقیه. دکتر روحانی در این جلسه گریزی هم به قطعنامه ضد ایرانی پارلمان اروپا زد و اون رو بی‌ارزش دونست و یادآور شد که پارلمان اروپا کوچکتر از اونه که بخواد به ملت بزرگ ایران توهین کنه. این روایت تیویدیش از حرفای شیخ پری بود. حالا حرفای سانسور شده رئیس جمهور بنفش نظامو بشنوید که تو ورق‌پاره های باند کوسه چاپ شده. در 4 سال گذشته 60 قطعنامه با ادبیاتی تندتر از قطعنامه اخیر توسط این پارلمان علیه ایران صادر شد که هیچ ارزشی نداشت و در خصوص آن سر و صدایی هم نشد. چند تا؟ 60 تا. چرا قاط زدی شیخ پری؟ پارلمان اروپا کجا 60 تا قطعنامه داده؟ قطعنامه های سازمان ملل رو با پارلمان اروپا قاطی کردی که خب طبیعیه، گیجیه و هزار دردسر. اما اصل داستان اینه که میخواد به رقبا بگه بابا یه قطعنامه که اینقدر داد و هوار نداره. تأکید بر توسعه همکاری ها با ایران، استقبال از توافق موقت هسته‌ای و تلاش برای دستیابی به توافق دائم از نکات مثبت این قطعنامه است. قطعنامه پارلمان اروپا دارای بندهایی نظیر تأکید بر مذاکره و بهره‌گیری صرف از راه حل سیاسی بر سر برنامه هسته‌ای است که به وضوح در تضاد با نظر برخی دولتمردان آمریکایی مبنی بر وجود همه گزینه‌ها بر روی میز است میباشد. بفرمایید. اینم از موضع‌گیری‌های قاطع دولت جام زهری در برابر توهین پارلمان اروپا به سرتاپای نظام ولایت. ظریفم که اینو شنید دور برداشت و بی‌اعتنا به عربده‌های شربت مداری رفت واسه ضیافت شام اشتون و ادامه مذاکرات. این دور آخرین دور گفتگو و بحث قبل از رسیدن به مرحله نهایی مذاکره و وارد شدن به تدوین متن که امیدواریم انشالله با توجه به کار خوبی که همکاران ما در جلسات فنی کردن زمینه آماده باشه که این جلسه هم کار ادامه پیدا بکنه و انشالله در اردیبهشت ماه وارد تدوین بشه. تعدادی از موضوعات رو جلسات قبل بررسی کردیم، قرار دیگه این دفعه جمع بکنن دوستان بحث‌ها رو. احتمالاً منظورش از جمع کردن بحثا جمع کردن لب و لوچه های زهرآلود سید علیه. حالا همه اینا یه طرف، دند معکوس سفیر سابق آخوندا تو مقر اروپایی ملل متحد یه طرف. ایجاد دفتر
مانند تأسیس سفارتخانه‌های 27 کشور اروپایی در کشورمان است که این موضوع به نفع ماست و نباید با آن مقابله کنیم. واکنش تند علیه چنین قطعنامه‌هایی نشانه قوت ما نیست. باید در موضع‌گیری و واکنش‌ها دقت بیشتری شده و مطلبی عنوان نشود که مشکلاتی بر سر راه بهبود روابط به وجود آورد. به این ترتیب جنگ و دعوای باندای نظام همچنان ادامه داره. موشکافی ما هم ادامه داره. سال اسبه، برو بری.